آیا کنیز حکم زن را دارد، حکم نکاح شده را دارد، در چه شرایطی؟ بله، ببینید ما در اسلام یکی زنی هست که زن آزاده ای که یک نفر میره خواستگاری میکنه با حضور پدرش، مادرش، ولیش. ولی دختر کی است؟ پدرش نباشه برادر بزرگش، برادر نداشته باشه عمو، دایی یا کاکا، ماما به اصطلاح افغان ها. او را نکاح میکنن. درست؟ یک تعداد زنهایی بودن در اون زمان، این زنها نه ولی داشت، نه خانواده داشت، نه سرپرست داشت، نه کسی داشت که آدم بره از اونها خواستگاری بکنه. اینها در بازار خرید و فروش می شدن. من در یک برنامه مفصل صحبت کردم که مشکل بردهداری که یک مشکل اجتماعی بود، اسلام آمد طی مراحل این مسئله رو حل کرد که تا امروز که چیزی به نام بردهداری وجود نداره. حتی مثلا تا اواخر دوره عباسی‌ها و تا اون وقتا مشکل بردهداری از جوامع اسلامی حل شده بود، منتها در جهان حل نشده بود. جایی که اسلام نرسیده بود هنوز حل نشده بود. به خاطر همین اسلام آمد برای همه این مسائل قوانینی رو ایجاد کرد. به طور مثال ملک یمین میگد او ما ملکت ایمانهم، یا ملک یمین در اصطلاح فقهی بهش میگن. ملک یمین کی است؟ زنهایی که در بازار برده فروشی آنها را می آوردن می فروختن، بیشتر هم از طرف همین کشورهایی که امروز دم از حقوق انسان و حقوق بشر و فلان میزنن. تا سال تا زمان ابراهام لینکلن در آمریکا بردهداری بود. از آفریقا انسانها رو می آمدن، قریه ها رو محاصره می کردن، انسانها رو در کشتی بار می کردن، می بردن در بازار واشنگتن، در اونجا می فروختن. متوجه هستید؟ بله. این برده ها وقتی که در بازار دست به دست می شدن فرو، وقتی به سرزمین های اسلامی می رسیدن، مسلمان ها طبیعتا اسلام نیامد که بردهداری رو یک مرتبه در زمان مکه و مدینه اینها رو منع بکنه، چون اگر منع میکرد این برده ها در کوچه و بیابان آزاد میگشتن. خب اینا رو کی میگرفت نان میداد؟ کی اینو به اینا کار میداد؟ اینا نه سرمایه داشتن، نه خانواده داشتن. طرف رو مثلا اسیر کرده بودن، از بریتانیا فروخته بودن در بازار آفریقا، از اونجا آمده بود مثلا در مکه. و تعدادی از صحابه برده بودن، مانند بلال، مانند صهیب، مانند زید ابن حارث. اینا همه برده ها بودن که اینها رو در بازار مکه خریده بودن. بعد برای اینا حقوق قائل شد. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که وقتی که برده دارید، برده تان را از همان لباسی که خودتان میپوشید بپوشانید، از همان غذایی که خودتان میخورید بخورانید، در همان جایی که خودتان زندگی میکنید با آنها هم جای بدید. مساوات به این اندازه در تاریخ بشر وجود نداشته. زنی که ملک یمین هست دقیقاً همه حقوق کی رو دارد؟ همسر اصلی رو دارد. عده میگیرد، فرزندش فرزند پدر و مادر محسوب میشود، به اصطلاح حق زنا کردن و فحشا و به اصطلاح فساد و این چیزها رو ندارد. کل حقوق اجتماعی یک زنی که آزاده باشد و زن اصلی باشد رو اون رو هم دارد. در ضمن بعضی از دشمنای اسلام یا از ملحدین مثلا میان انگشت میگذارن که اینها میگرفتن با این زنها زنا میکردن. یک مسئله خیلی واضح رو به شما بگم. آیا این زنهایی که برده بودن اینها نیاز جنسی نداشتن؟ داشتن. خب اینا انسان بودن. اسلام آمد این رو در چارچوب خانواده گفت نیازهای جنسی اینها رو هم برآورده بکنید، میتوانید با اونها هم بستر شوید. و بعد از اینکه ایمان می آوردن صاحب اینها یا مالک اینها اینا رو آزاد میکردن. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که یک نفر کنیزی داشت، یک دختری بود، آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله این فکر کنن این کنیز من مسلمان شده. رسول الله از او پرسان کردن، گفتن الله کجاست؟ میگه به طرف آسمان اشاره کرد، اینطوری بالا اشاره کرد، گفت آزادش کن انها مؤمنه، اعتقها فانها مؤمنه، آزادش کن که اون مؤمن است. و اکثر برده هایی که آزاد شدن در زمان صحابه و تابعین بردهایی بودن که مسلمان شدن و بعد از این که مسلمان می شدن دیگه حقوق کامل یک انسان رو در جامعه داشتن. شهروند درجه دو نبودن. مثلا امروز شما به عنوان یک افغانی مثلا برید در آلمان تابعیت بگیرید، 30 سال بعدم شما شهروند درجه 2 هستید، شهروند درجه 1 نیستید. همه کشورهای دنیا اینطوری است. به شما به دید یک کسی میبینن که
اصالتا آمریکایی نیستید، اصالتا آلمانی نیستید، اصالتا فرانسوی نیستید. اما اون زمان اینطوری نبود. نه، هر کسی که مسلمان میشد خلاص امین مسلمان شهروندی بود و از کل امتیازات مسلمان بهره دار میشد طرف. و چه وقتی حکم باطل میشه؟ یعنی وقتی که یک کنیز بخش یک انسان حلال میشه تا چی زمانی حلال میشه تا چی زمانی دوباره از حکم امو حلال شدن خارج میشه؟ کنیز تا وقتی که در اختیار یک مردی هست، مرد مسلمان، گفتم اگر که به عنوان همسرش باشه حکم همسرش رو داره، یعنی کل شرط و شرایط زندگی حکم همسرش داره. اما حکم کنیز و برده آیا در اسلام از بین میره، باطل میشه یک زمانی؟ اصلا اسلام در هیچ جای نگفته که شما برید برده بگیرید. یک آیه قرآن بیارید که گفته باشه برید برده بگیرید، یک حدیث بیارید که گفته باشه برید برده بگیرید. اصلا اسلام نگفته که شما بردهداری بکنید، چرا بیای باطلش بکنه؟ اصلا اسلام با بردهداری مخالف است. اما یک مشکل جامعه‌ای که وجود دارد آن را به شکل قانونی و به شکل منظم و واقعی میخواد حل بکند. به طور مثال کسایی که معتاد شراب هستند، درست؟ آیا می توانید که یک روزه شراب سرش قطع بکنید؟ نه خیر. کسایی که معتاد مواد مخدر باشه میشه که یک روزه مواد مخدر رو سرش قطع بکنید؟ نه خیر. نمیشه. نه، به تدریج. آفرین. اسلام هم مثلا شراب را آمد به تدریج منع کرد. اول گفت که در این شراب منافع زیادم هست، ضررهایی هم هست، ضررهایش بیشتر از منافعش هست. آیه اول. یک تعداد انسان‌های عاقل گفتن مادامی که ضرر شراب بیشتر از فوایدش هست، خب چرا به استفاده بکنیم؟ چون شراب یک سری استفاده‌های طبی هم دارد، یک سری استفاده‌های صنعتی هم دارد. گفتن که چرا استفاده بکنیم؟ استفاده نمی‌کنیم. اینا 20% جامعه بودن، انسان‌های عاقل. بعد از 1 سال، 2 سال، 3 سال آیه دیگر نازل شد، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. وقتی که خمار هستید، نیشه هستید، نماز نزدیک نشوید، نماز نخوانید. تعداد دیگری از جامعه چی گفتن؟ گفتن مادامی که شراب ما را از نماز که ستون دین است از این منع می‌کند، چرا شراب بخوریم؟ نمیخوریم. ترکش کردن. الان 20% اول ترک کرده بودن، حدود 50%، 60% به خاطر نماز ترکش کردن. چند فیصد جامعه شراب نمیخورد؟ باقی مانده در سوره مائده. آفرین. 70% جامعه، 80% جامعه شراب نمیخورد. بعد از اینکه اسلام دید که جامعه اکثریت شراب استفاده نمیکنن، بعد از اون آیه نازل شد که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. کلا ترکش کنید، دوری بکنید. بعد از اون این 20% که سرش تاثیر بد بکنه، اعصابش خراب شود، جامعه رو حداقل مختل نمی کند. اما اگر روز اول منع میشد، نصف جامعه نیشه شراب، خمار شراب می آمد در کوچه و بازار، یکی دیگری رو میکشتن، یکی دیگری رو میزدن، خب جامعه به هم میخورد. به خاطر همین این کتاب و این قوانین از طرف پروردگاری نازل شده که ما رو خلق کرده و میداند که الله سبحانه و تعالی که چگونه ما را به طرف راه درست راهنمایی بکند. در بعضی از موارد با نزول یک آیت قطعی، به طور مثال اگر بگویید که سر از امروز دیگه هیچ کس زنا نبکند، خیلی آسان است، درست؟ مردم میتوانن زنا نکنن، میتوانن برن ازدواج بکنن. اما روز اول نمیشد که بگن که سر از امروز دیگه کسی شراب نخوره. اما بعضیا چی میگن؟ چرا یک نص صریحی در قرآن نیامده که اصلا بردهداری حرام است؟ گفتم در کجا گفته که حلال است؟ حالا در هیچ جای اسلام در هیچ جای اسلام یک نص صریح نیامده است که ادرار و غایط انسان حرام است. آمده است همین یک نصی؟ نیامده. اما آمده که نجاست، هرچی که نجس است حرام است. به طبیعت حال وقتی که نجس است حرام است. ایج انسان عاقل امروز نمیاد نمیپرسد که چرا در قرآن آیه وجود ندارد که بول و ادرار چرا حرام نیست. چون طبیعی است که حرام است. یعنی هیچ که انسان عاقلی این کارو نمیکند، نه قبل از اسلام نه بعد از اسلام. به خاطر همین در هیچ جای اسلام امر بردهداری نیست و در هیچ جای اسلام حرام قرار دادن بردهداری نیست. اما قوانین حفظ بردهداری، طریقه تعامل با برده چرا هنوزم هست در قرآن؟ چرا هست؟ چون امکان دارد
بار دیگر این اتفاق بیفتد. به طور مثال جنگی صورت گرفت در غرب، در شرق، در آفریقا، در اینجا عده‌ای از مردم اسیر شدن، برده شدن، در بازار فروخته شدن. مسلمان ها با اینا چگونه باید رفتار بکنن؟ طبق همین آیاتی که در قرآن است برخورد میکنن.